در 2 سال گذشته حرکت‌های اقتصادی، تعاملات اقتصادی به گونه نسبی در زیربناهای افغانستان که توانست رفاه را به مردم ارائه کنه صورت گرفت. بازارهای افغانستان به گونه ایدئال حفظ شدند. صادرات افغانستان ارقام افزایش نشان میده و مهمتر از همه تمامی حرکت‌ها و تعاملات اقتصادی که در 2 سال گذشته در افغانستان صورت گرفت توانست که چرخ اقتصادی ملی مملکت در حرکت به گونه نسبی در بیارد و طبیعی است که حرکت‌های 2 ساله جوابگوی تقاضای وافر مردم بوده نمیتونه. تمامی تعاملات اقتصادی در 5 سال نتیجه میده تا مشکل به گونه اساسی ریشه‌کن شود. ما نیاز داریم که در زیربناهای افغانستان جلب و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را افزایش بدیم. تشکر.